بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. اینک ما درسای خود را با عون الله سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب حقوق دعت الیها الفطره، حقوقی که به جانب این حقوق فطرتی سالم فرا دعوت کرده است و قررتها شریعه، و این حقوق را شریعت برقرار و مقرر کرده است، یا که بیم اعتراف کرده است یا رسمی کرده است. کتاب از آن شیخ علامه محمد ابن صالح عثیمین است. الله سبحانه و تعالی این کس را و والدینشان و جمیع مسلمان ها را مغفرت کرده باشد. شیخ عثیمین طوری که گفتیم در سال 1347 هجری تولد شده، در سال 1421 از عالم ویم چیکار کرد؟ به رحمت الله رفت، وفات کرد در سن 74 سالگی. از سن یا که گیم از سال وفاتش تا این سالی که ما حال هستیم، یعنی 1434 13 سال می شود وفات شیخ رفت. ما از این کتاب با یاردم الله سبحانه و تعالی با جز از خطبه شیخ حقوق الله سبحانه و تعالی رو گذاشتیم و دویم حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشتیم، خلاف یعنی که صحبت‌های موجزو ولی پرمعنا گفت. امروز درس ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ می‌فرماید الحق الثالث حقوق الوالدین. سیوم حق این حقی والدین است، یعنی حقی پدر و مادر. شیخ می‌فرماید لا ينكر احد فضل الوالدین على اولادهما. یگان کسی نیست که فضل و عزت و احترام والدین که بالای فرزندانشان باشد اینا منکر شود. یعنی یگان کسی نیست که گوید که والدین بالای فرزنداش یگان قدر و ارزش ندارد. همین گپ میگفتگی کس نیست. فالوالدین سبب وجود الولد. والدین اینها سببی به وجود آمدن فرزند هستند. اما خیلی هستیم خیلی که الله تعالی میفرماد که یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. ای مردم، از الله که پروردگار شما است تقوا بکنید، ذاتی که شما را از یک نفس، یعنی از آدم آفرید، و خلق منها زوجها، از اون آدم همسرش آفرید، و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، از این دو مردان و زنان بسیار را پدید آورد. یعنی آدم گویم در اصل از خاک آفرید و حوا را از آدم و باقی فرزند آدم را از آدم و حوا به طریق توالد، یعنی تولد شدن. بله، بنابراین والدین اینها سببی وجودی فرزند می باشد. یعنی ویها که بودن که تو هستی. فهمیده؟ ولهما علیه حق کبیر. ولهما علیه دیگه دو تا حرف جر آمده شده، لام آمده شده و علا آمده شده است. یعنی والدین بالای فرزند حقی کلان دارند. فهمیده؟ هم کلمه له دارد، لک داری، لی دارم می شود. لک کتاب، تو کتاب داری. الک کتاب داری می شود. الک اخ برادر داری. ولهما علیه حق کبیر.
والدین بالای فرزند حقی بسیار بزرگ دارند. فقد ربیاه صغیرا و تعب من اجل راحته. واقعا والدین فرزند را تربیت کردند صغیرا در حین خردسالگیش و تعب مشقت ها کشیدن برای چی؟ من اجل راحته، به خاطر راحتی آرامی همون فرزند شدن. یعنی وایها فرزند ما راحت بینن گفتن مجبور شده دیگه اصلا که راحتی خودشون چیکار کنن از دست دهن. فهمیدید؟ و یا تیار هستن برای ناراحت شدن خودشون به خاطر با راحت شدن فرزند. حقیقتا هم خیلی خصوصا مادر رو شیخ ذکر می‌کنه. و سهر من اجل منامه، خودشون شبشان را با بیدارخوابی گذرانیدن به خاطر خوابی او شده. هم خلاص و سهر من اجل منامه، و شبشان را به بیدارخوابی گذرانیدن من اجل منامه، به خاطر خواب فرزند شده. حالا کدام فرزند هست که مثال گیریم والدین خیلی کم در کم هست این فرزندی که شب به بیدارخوابی گذرانه به خاطر والدین پیرش به حضیر خواب رو انداخته. تحمیلک امک فی بطنها، مادرت تو را در بطنش میبردارد، همچون بار گرفته میگردد. همون خلاصه. و تعیش علی حساب غذائها، تو در بطن وای از حسابی، این از شد بگم کن، از حساب غذای مادر زندگی میکنی. هم خلاص، یعنی مادرت میخورد تو هم خورده ایسادی. مادرت چی؟ از خوراک لذت ببرد، تو هم از همون لذت یعنی بهره‌مند هستی. و صحتها، و از تنی صحتی همون مادر تو هم چیکار میکنی؟ معیشت میکنی. مادرت یعنی که تنش صحته، همونطوری تو هم صحته. برای این مادر تلاش کوشش میکند که تنش صحت باشد که فرزندی در بطن بوده و هم سالم شود. لمدتی 9 اشهر غالبا یعنی در بسیار حالتها به مدتی 9 ماه همین طور میشد که غالبا گفته شده است. با میشد که بعضی فرزندها به مدتی کم میبرند و معنا نداره که باید من 9 ماه نبرداشت که من 7 ماه برداشتی، نه. کما اشار الله الى ذلك فی قوله، چنانه که الله تعالی در قول خودش اشاره به همین کرده میفهماند در سوره لقمان آیه 14: حملته امه وهنا على وهن حملته فی بطنها. فهمیدید؟ مادرش همون فرزنده در بطنش حمل کرد، همچون بار گرفته گشت. وهنا على وهن ای ضعفا على ضعف. نگاه این معنی چیه؟ از یک حالت ضعیفه به دیگر حالت ضعیفه. نگاه کنید، یعنی هر یک مرحله که تو در اون مرحله با به قوت میشوی، یعنی از مرحله نطفه به خون پاره یا که به خونی لطبسته، با از مرحله خونی لطبسته به گوشت پاره، یعنی که تو به مرحله قوی رفتی شدی. هر باره که تو به مرحله قوی رفتن میگیری و به مرحله ضعیف رفتن میگیری. و امروز که نه حمله داشت دیگه، یا هفتهش دیگه، یا که یک ماهش دیگه فرزند و زنای مانند اسب کار میکنه میدوه این طرف. با آیسه میبینید که مثلا گریم 4 ماه میشه بعد دلکولی شکو، بعد دیگه سر شدن میگیرد، بعد خواهش که باشد 5 ماه و 6 ماه، چقدری که وای نزدیک به برآمدن فرزند شود، همین قدر ضعیف چی شدن میگیره؟ ضعیف شدن میگیره، یعنی که زن ضعیف شدن میگیره. برای ما الله تعالی میفرماد که وهنا علی وهن، از یک مرحله ضعیفی بالای دیگر یعنی خودش ضعیف است، با بالاش با یک ضعیفی دیگر بار میشه. این الله خبر داده است. با بعضی کسا و بعضی همه خیلی دیگه، بعضی کسا نو زن گرفتیه و بیچاره زنش هم روز نو گرفتن عزت و احترام اینا طرف جونم جانکم شیرینکم گفتم میگرد. او که وقتی که بعد دل پولش شکست گرفت بس اونم تاکسیکوس میشه بگو.
با آهیسته مثلا دلش بعضی چیزا خوراک ها میکشد، خیلی با پرسیدن میره، بعد ملالناک و بعد خیلی بعد دقیقی کوچه قطعش خونی آچش بردن شر میداره اشکی میکنونش خطی، بعد آهیسته زن از پیسی که محبت برامدن میگیره اساسا نمیفهمم. این الله خبر دادگی است که حقیقتا زنک و شوخی نمیکنه در وقتی حامله دار بودنش. ثم بعد ذلك حضانه، بعد از وقتی که تو به دنیا آمدی با اون معنی نه که تو را یعنی به دنیا آمدی دیگر تو را پرتاید، نه، با تربیت نگاه بین کردن. ثم بعد ذلك با بعدی و با چی با کدام مرحله سر میشد؟ مرحله حضانه یا که حضانه، تربیت نگاه بین کردن. و رضاع با چی سر میشد؟ با شیرخوارگی یعنی شیرمکاندن سر میشد. لمدت سنتین، به مدت 2 سال، مع التعب والعناء والصعوبه. قریب که هست همین کلمه یک معلوم میتیم و اگر در زمان تاجیکران با یعنی که لغتی بوی هسته یعنی با عذاب و مشقت و رنج. فهمیده؟ با عذاب و مشقت و رنج. فهمیده؟ والأب كذلك يسعى لعيشك وقوتك من حين الصغر حتى تبلغ أن تقوم بنفسك. پدر هم همچنین سعی میکند، تلاش میکند، کوشش میکند به خاطر زندگی تو، معیشتی تو، عیش و زندگی تو و به خاطر قوتی تو از همون سن خردسالگی تا به بلاغت رسیده و خود یا که پیش خود چیکار کردن؟ مستقل شدن. میگوید که ان تقوم بنفسک، تا خودت نگهبین کردن. پدرت چی؟ برای خدمت میکنه. بعضی انسان هستن والله پدرش در پنسه های هم خیلی نفقه خوره و چی کلان زن داره فرزند داره هم نفقه پدرش زندگی کرده میکنه. با دو وای زدنه با بیادابیش اون طرف است. والسعی بتربیتک و توجیهک، و پدرت همچنین در سعی و تلاش است به خاطر تو را تربیت کردن و به خاطر توجیه تو را راهنمایی کردن. بچه‌م این خیلی کردن کار بچه‌م خیلی با بعضی بچه‌ها که میگن شما اگه این ما در کدام عصر میگیم با چیکار میکنه؟ با عصر خودش از عصر پدرش ناستر میدونه. و انت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، تو برای خودت صاحب نبودی نه ضرر را نه فایده را. یعنی که تو در یک سن سال بودی که ضرر چیست نمیدونستی، فایده چیست نمیدونستی، زیرا که حالی مالکیت نداشتی تو، یعنی که تو نمیدونستی که فایده چی و ضرر چی است. ولذلك امر الله الولد بوالديه احسانا وشكرا. ولذلك امر الله الولد، به خاطر همین است که الله امر فرموده است فرزند را نسبت والدینش چیکار کردن را؟ احسان کردن را و شکر و منتداری کردن را. فهمیدید؟ رحمت میگوید. خیلی که میگوید پدر و مادرت تو باید رحمت گویی، یعنی که مثال تشکر منتداری بیان کنی، اظهار تشکر کنی والدینت. این امر الله است. فقال الله تعالى، الله تعالى میفرماید ووصينا الانسان بوالديه، ای امرنا، ما امر فرمودیم انسان را و با چیکار کردیم؟ ما عهد کردیم به انسان نسبت والدینش باید که چیکار کند؟ یعنی که احسان کند. حملته امه وهنا على وهن، مادرش ویران همون انسان در بطنش حمل کرد. وهنا على وهن ای ضعفا على ضعف، یعنی از یک حالت ضعیفه بالای با دیگر ضعیفه. چقدر که گفتم در بطن مادر فرزند به قوت شدن گیرد، همین قدر حالت و احوالی
حال و احوال مادر ضعیف شدن میگیرد. و فصاله، این خدمت های مادر نقل میکند. و فصاله ای نهایت فطامه فی عامین، که تا وی از شیر جدا کردن در مدت 2 سال، فصال گفته جدا شدن میگه، تا جدا شدنش در مدت 2 سال با تمام یعنی همه خدمت ها رو دیده ما وصیت کردیم که و وصینا الانسان، اومد که همون انسان رو ما وصیت کردیم نسبت والدین که اینقدر خدمت ها میکند، اینقدر خدمت ها میکند، چیکار کند؟ همون تفسیر میکند که اشکر لی. وصیت ما نسبت انسان چیه؟ باید که تو یکم شکر مرا بجا بیاری ولی والدیک، و شکر والدینت را. دیده در همینجا اگر اهمیت دادگی باشد شکر والدین به شکر خودش نزدیک کرده ذکر میکند الله تعالی. این دلالت به چی میکند؟ یعنی کسی که شکر الله را بجا بیارد و شکر والدین بجا نبیارد و شکر الله را بجا آوردگی نیست. همچنین عکس. الی المصیر با تاکید میکند، این میگوید که بسوی من است بازگشت، المرجع والمآب. برای چی این گفت میگوید در آخر؟ یعنی مبادا اگر همین گفتی من بجا نبیاری از یا نبرار که اخیر پیش من میگویی و من تو رو میپرسم من شکر گویی من، یعنی که شکر و سپاسگزاری من بجا آوردی یا نه؟ والدینت شکرش بجا آوردی یا نه؟ الی المصیر. وقال الله تعالى، الله تعالى میفرماید وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وقضى ای امر و الزم و اوجب. اور شیخ ما گفتن که حفظه الله تعالی قضا لباره قضا و تیسیر الله گفتن. قضا به معنای چه؟ امر فرمود پروردگاری تو، لازم قرار داد و واجب گردانید پروردگاری تو که جز او یگان کس و یگان چیز عبادت نکنید. گفت الا تعبدوا الا ایاه. پروردگاری تو امر میفرماد که جز او یعنی غیر از من یگان کس عبادت نکنید. میگو و بالوالدین احسانا، ای و ان تحسنوا بالوالدین، و امر میفرماید که به والدین احسان بکنید، ببرهما، به طریق نکوکاری، نیکی کردن به والدین. احمد دادگی باشه در اینجا ما و شما میدونیم که الله تعالی برای چی ما و شما را آفرید دیگه است. چخلی که خبر داد در آیات گذشته خوندیم که درس گذشته و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انسان ها را خاص برای عبادت خودم آفریدم. یعنی از همه وظیفه اساسی همین خیلی است در برابر عبادت خودش والدین ذکر میکنن. یعنی عبادت تو یگان ارزش ندارد مبادا من عبادت میکنم گویا اما نسبت والدینت چه احسان نداشته باشه. این دلالت میکند که قدر و قیمت و ارزش حقوق والدین بعد حقوق الله سبحانه و تعالی میباشد، همچنین بعد حقوق پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اما یبلغن ای یصل عندك الكبر ای فی کنفک و کفالتک، اگر مبادا در نزد تو یعنی در کفالت تو به سن سالی کلانسالی و عاجزی و پیری برسد احدهما، یکی از والدین. اگه برای چی یکی میگوید بعضا میشود که یک مرد خیلی هم کلانسال است زنی یاش گرفته، یکم در پیش تو پدرت چی میشد؟ یعنی که به سن سالی کلان میرسه، مادرت یاش میمونه. برای میفرماد که این فقط این های فهمیدید؟ ماش هم تو ادغام شدگی ما زیادش میبینم. اگر میگو در نزد تو یعنی در کفالتی تو در زیر نگهبانی تو یکی از والدین به سن سالی کلان سالی رسد، الکبر العجز والحرم، حرم پیر شود میگو، او کلاهما، یا که میشود که والدین هم سن سال هم ده هر دوش برابر در پیش تو چی میشن؟ پیر میشن. اکنون فلا تقل لهما اف،
ای لا تخاطب احدهما او کلیهما، با مبادا یگان تشه یا که هر دویشه خطابی دغلانه نکنی. یعنی بابایان خیلی ای مسافر، ای کمپیر گفته، مثلا لا تقل لهما اوف نگو برایشان. کلمت اوف اسم و فعل، همین کلمه اوف اینه چی میگون؟ اسمی فعل میگون. یکی از انواع، یعنی 8 نمودی مبنی باشد، 8 نمودی مبنی باشد، یکی از همونها اسمی فعل هسته، یعنی صورتش صورت اسم هسته. از بس که علامت های فعل در او دیده نمیشه و فقط معنای فعل هسته، اینه چی میگون؟ اسمی فعل میگون. اسمی فعل میشود که معنای ماضی دارد، اسمی فعل هسته که معنای مضارع دارد، اسمی فعل هسته معنای امر دارد. این اسمی فعل است، معنای مضارع دارد. اوفن و معنای اتضجرو، من بیزارم کردی میگه، من یعنی که دلتنگ کردی. و یکی همین گفته بعضی انسان ها نمیگوید. مثلا گویم مسلم نوکی بچه هم آخه شب نیست ما رو میپردهیم، ما آدم های مسفید کلانسال شب نیست خونه یار دوست میروی، آخه ما خواتر میشیم، آخه میگود اوف و با سر کردیم. انا می اوف گفته دست که باید خیالش هم که یک نفسه برآوردگی است. اگر معناش میشه اتضجر، من از شما دلتنگ شده ایستم، شما رو دلم زخ کرده شده، منو بیزار کرده در همین نصیحتاتو گفتگی میشه. لیکن این به زبان نمیگوید، همون یا اوف گفتنش همین معنا میده. ولا تنهرهما ای لا تزجرهما عما لا تريد. خب بغلظة، خلاصه و یارا جنجال مکن. آمده و یارا چی؟ جنجال نکن، زجرشون جنگشون نکن. و قل لهما قولا کریما، برایشان یعنی به عوض آن که افگویی، به عوض آن که آواز بلند کنی، سخنی نرم بگو. ای حسنا، هم خلاصه کریما معنی چی؟ حسنا، بحسن ادب معهما، با رعایت کردن آداب در پیش پدر مادر. واخفض لهما جناح الذل ای الین لهما جناحک الذل، یعنی بالهای خاریت را در پیششان پست بکن، بالهای خاریت را در پیششان پست کن. و اگر دیگه باشه دیگه همون چوجه ها را، همون گنجشکار دیگه باشه دیگه همون بالشه قناتاشه چیکار منت پایان کرده نگرد که انا همه خیلی میگود تو باید که در پیش پدر و مادر کتفاتو بلند کرده، قفس سینت بیرین کرده. مثلا بعضی کسا با داده سشتی کلید ماشین گرفته تاب داده هم میگود یکون چی بیاره من بازار، یکون اکو تو با امروز بازار رو شدی با اکو پدر مادر الله تعالی محتاجی تو کرده است که با مادرت یا که پدرت نگوی که خود چی بیارم چیز بیارم، آخه همین اسلوب گرزیدن. بعضیش مثلا میگود که من خیزن بچه کشن بازار میرم، مثلا میگه او چی در کاره میگود، اگر ما در کاره شما رو باید گرم نزده که ارکه میبرو برم همین. واخفض لهما جناح الذل، یعنی که در پیششان بال خاریت را خم کن، یعنی که کتفات فرار میگود سرخم شد فکت و آسمان نبردار. من الرحمه، از جهت مهربانی، من الرحمه. و قل رب ارحمهما، دعا کن در دعاها چنین بگو ای پروردگاری من، ارحمهما، اینها را یعنی که رحم بکن، یعنی اینها را لایق رحمتت کن. کما ربیانی صغیرا، خیلی که مرا چیکار کردن؟ تربیت کردن در سن خردسالی. خیلی که اینا برای خاطر ما از ما خوردیم، اینا محنت کشیدن، عذاب کشیدن و تربیت کردن، برای خاطر من شده راحتی خودشون رو ناراحت کردن، خوابشون رو بیخواب کردن. هم خیلی اینها رو مهربانی کن. رب اغفر لی ولی والدی بگو، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا بگو.
بعد از آن شیخ میفرماد که ان حق الوالدین علیک ان تبرهما وذلك بالاحسان الیهما. ان حق الوالدین علیک ان تبرهما. البته حق والدین بالای تو از آن عبارت است که تو به اونها باید بر کنی، یعنی نیکی کنی. خب وذلك بالاحسان الیهما قولا و فعلا بالمال والبدن. این به کدام اسلوب می شود؟ به اسلوب احسان کردن به والدین می شود. خواه این احسان تو عبارت از چی باشد؟ سخن باشد، خواه فعل. خب با سخن تو باید نیکی میکنی، با سخنهای خوب، معاملهای خوب، نیک. خب با چی؟ با فعل. فعلا میبرداری او را، فعلا یعنی که جوش آورد، فعلا لباس عوض میکنی، فعلا او را دستش میگیری. بالمال والبدن. خواه این خدمت تو خدمت مالی باشد، خواه خدمت چی؟ بدنی باشد. ماشین میگیرد، پدرش نماز جمعه نمیبرد، ماشین دارد، پدری بیچارهش پیاده میرود. اما این ماشین امروز یکی گرفت، زنش کجای گود میگیر میبرد، زنش سعی گشت تماشا و یارو دوستش کجای گود میرد، درش سخت میزنه، یارو دوستش پروا نمیکنه. اگر مسافری بیچاره سال شده اگه جمعه ماشین میسازه با کدوم حجم میسازه، در سخت باشه، در سخت باشه، مسافر نخوام ماشین نفهمید شما ایش خشت خودتون نغزه ما رسه کفشتون ریزینکی ماشین من خیلی کرده. خیلی انسان ها یعنی که همه قدر یعنی که تنقید میکنه، همه هر گوار گمرزه که مسافر هم میکنه بچه من پیاده رفتن ثواب میکنه. تمتثل امرهما فی غیر معصیت الله. امر والدینت را بجا میبیاری به شرطی که امرش در غیر معصیت الله باشد، یعنی که مخالفی امر الله نباشد، یعنی که والدین چیزی میگون بجا میبیاری به شرطی که در گفتشان میگون معصیت الله نباشد. بچه آخه با هم تو میشینی در خونه را و خطی شریکات سالی نو آخه جست شسته باید در خونه هم تو میشینی رو میگون نه ایتو هم نمیکنی و هم دیگر و فی غیر ما فیه ضرر علیک. و همچنین به شرطی که فرمان والدین در یک چیز نباشد که در همون چیز ضرر به تو باشد. مثلا یکون امرت کنه که فلان کارو میکنی، بینی که همین کار کردن به تو یک ضرر هست، باید اطاعت نکنی. تلین لهم القول. ملایم سخنی میکنی با والدین. و تبسط لهم الوجه. چهرتا برایشون کشاده میکنیم. بعضی آدم در مالش در تجارتش کم در وقت شد چی می عباس میکنه، یعنی تروش روی میکند، نه به زنش معامله خوب میکند، نه به فرزنداش، نه به والدینش. مادری بیچاره می همین دهن کشاده پرسد هم بچه‌م برای چی خیلی چهره دیانه که چی کشاده نیست بود که بعد دیگه داد وایزنه شما کجا میندید پرابلمی من میگید من مونه به حال خود بعد بیچاره مادر چی بچه من مونه داشت. و تقوم بخدمتهما على الوجه اللائق. خدمت والدین توجه میبری به طرز لایقی با اونها، یعنی که میبینی که کدام خدمت به اونها مناسبه، خدمت خرسانه نه، خدمتی که لایق با اونها میبینی که با وایها چی لایق است الان خدمت میکنی، به خودت نه. ولا تتضجر منهما عند الكبر. در وقتی سن سالشان کلان شدن با خشمگین نشو از ویها. چی به تیسی قدم نمیپرتید میگوید من که اکار دیر کسیم چی به قدم نمیپرتید همین یک لباس پوشی یک چکون پوشیدن یک جامعه پوشیدن اینقدر قینه در شما گفته داد بای میزند. من اینجا بینزین رسول کرده سادیا میگوید و المرض. در وقتی بیماریشون باید توی خشمگین و دلتنگ نشوی و ضعف و در وقتی ضعیف شدنشون حقیقتا سبحان الله نگاه نه هیچ کدام فرزندی که از همون ابتدایی که وی از همون روزی که دستش خدمت والدین میبره از همون روز تا مردنی والدین خدمت هم که کند که اون خدمتی که والدین کردن در حق فرزند به جا آوردن نمیتونن. برای خاطر چی؟
برای خاطر آنکه کودکی که فرزند وقتی که همون معده بود یا که کسل بود، پدر و مادر برای فرزند در همه چی تیار و به امید تیار هستند که این صحت میشه بعد همین کودک. امروز ضعیفه پگه به قوت میشه بعد دختر، امروز دستش کار نمیباید مخورون پوشونیمش که پگه این کارگر میشه بعد دختر. یعنی که آینده فرزند فکر میکند که ما مریم هم که این میماند دختر تلاش میکنه. اما فرزند چیه؟ بیامی خدمتی مصفر. بعضی کسایی هستن که زنش میگه که بیام زن اگه مصفر کامپیوتر نظم آموزش که امروز هم پگه نیستن. بخیر گپش روسه، امروز هم پگه نیستن، معنا خودی روست، لیکن همین خدمتای کردگی تو و باوری داری که امروز نمیرم پگه میمرم، یه روز میمرم برای من خدمت کردی. یعنی که تو آینده برای بایها امیدواری چی هستی؟ مرگ هستی. هم خیلی فرزند هزار نگهبین کنه پدر و مادرش، خصوصا اگر برجو افتیدگی باشن، میگو که امروز هم پگه میمرم. اما وقتی که تو کسل میشدی پدر و مادر این خیلی امید نمیکنن و یا چیکار میکنن؟ و میگن که امروز کسل انشاءالله کوشش میکنیم که همین چیکار کنن؟ خرج میکنن بیچاره، کوشش میکنن، تلاش میکنن که حتی بعضی والدین و پشتی فرزندی کثافت شده نمازاشون رو ترک میکنن. همین فرزندان هم میگن بینون آن و قطار نمونم بیفتن. بچه خیلی میگود که من ولا تستثقل ذلك منهما، برای خاطر همین یعنی کلون ساله بیماری ضعیفه که از طرف ویا در سری تو میفراید، لا تستثقل این با گران و وزنی ندامه بود. یعنی برای خدا این یک نگروسکه نگیر، لا تستثقل اینو وزنی نگیر میگود. یعنی از جانب ویها یعنی این خصلت‌ها را وزنی قبول نکن. سبحان الله همین قدر طبیعت والدین بچه احمل نمیده. اگر فرزند عقل و فراست نداشته باشد احمل نمیده، لیکن اندک اگر ملالناکی کنی بیچاری پدر یا مادر تیز حس میکنن. من مثال گرم گفتم که بر روز نزدیک آخر رفتم که مصفره همه احمل میدی. هم حقیقتا دخترها و فرزندان پسرها خدمتی مصفره کردی سادیم به هر حال هم تو اهمیت دادم که همین اگر فرزند اندک کاری نو کند، یعنی اندک مثال گیریم بود که مثال گیریم یه بازم ترک کرده بود، اگر من واداده این حاضر ورش کردم که گرچنده که به سخنی ملایم هم بود با مقصدی خوبم بود که تیز مصفر بیچاره چیکار میکند حس میکند، میگوید که من همین الله تعالی هم امانتش نمیگیرد که من قشمار غم نتیم بیچاره. الله تعالی امانتش نمیگیرد که من یعنی که قشمار غم نتیم در مرده ایستاده است، عذاب کشیده ایستاده است، با غمی فرزندار خورده ایستاده است. برای من سبحان الله هم کسی که والدین دیگه هست، کسی پدر و مادر دارد، این گپای شیخه، گرچنده که گپای منم ممکن باشد، گپای شیخه و تطبیق کردن حقیقتا همین. برای من شیخ میفرماد که ولا تستثقل ذلك منهما، از طرف والدینت سن سالشون کلان باشد، بیمار شده باشن، ضعیف شده باشن، اینه برای خودت باری وزنین نگیر میگود. فانک سوف تكون بمنزلتهما، تو آینده به منزلی به اون میرسی. پگه تو هم یعنی که چی میشوی؟ سن سالت کلان میشود، ضعیف میشوی، بیمار میشوی. سوف تكون ابا كما كان ابوین، تو هم پگه پدر میشوی چخلی که اینها والدین پدر شدگی هستن، پدر و مادر شدگی هستن. تو هم به این روز اینا میرسی اگر نصیبت کنن. و سوف تبلغ الكبر، تو هم به سن سالی کلان سالی میرسی. عند اولادی که در پیش فرزندان، این قدر لك البقاء، اگر الله نصیب و تقدیرت کرده باشد زنده و بقامانی. کما بلغه عندك، چخلی که امروز والدین نصیب بوده است که در پیش تو به سن سال کلان رسیدن، نصیب باشد تو هم چی در پیش فرزندان به نمی سن سال میرسید. همین یعنی اختصارا گیم آینده خودت فکر کن. برای خاطر آینده خودت هم اگر امیدواری خوب باشی که انشاءالله من در سن سالی در پیران سالی خار نمیشم در پیش فرزندان، گوی اگر کوشش کن که پدر و مادر در پیش خار نشود. و سوف تحتاج الى بر، تو هم یعنی که به نیکی یک کس محتاج میشوی.
و سوف تحتاج الى بر اولادک، یعنی تو هم آینده به نیکی فرزندات محتاج میشی که محتاج الى برک، خیلی که امروز این بیچاره ها به نیکی تو محتاج هستن. یک با زنگش میزنی قریب یک هفته ها فرسان میشن. اگر در بین یک هفته زنگش نزنی پدر و مادر خواطر این چی شده. فإن كنت قد قدمت ببرهما، اگر مبادا تو از فرزندانی باشی که یعنی با پدر و مادر یگون نیکی را تقدیم کرده باشی، یعنی که نیکی را بجای آوردگی باشی، فابشر بالاجر الجزیل، خرسان شو میگود با ثوابی بزرگ، یعنی تو ثوابی بزرگ کردی. والمجازات بالمثل، جزا هم همتا می شود، یعنی مکافات هم موافق به همه عملت می شود، یعنی الجزاء من جنس العمل. و دیگه معنی گیم اگر بو پراتر فهمید گرد از یاد نبرو که جوکار جو میگیرد و گندم کار گندم، هیچ نمیشد که تو گندم کاری با جو گیری یا که جو کاری با چی گندم گیری. با اون معنی گفتی سای شیخ که والمجازات بالمثل، همون جزا هم همتا می شود، یعنی چی خیلی کردی جوازات هم همین خیلی میگیری. چی خیلی که در بعضی مسائل عربا میگن کما تدین تدان، یعنی خودت چی عملی کردی موافق به معاملات چی عملت جزات میگیری. فمن بر اباءه، کسی والد آبا به معنی که مادرم در نظر دارد، بنابراین کسی به والدینش بر و نیکی کردگی باشد، بر به اولاده، حتمی است که فرزنداش به او نیکی بکنه. و من عق آباءه، کسی والدینش عاق شدگی باشد، یعنی نافرمان برداری کردگی باشد، عق به اولاده، فرزنداش چی او را نافرمان برداری میکنه. والجزاء من جنس العمل، جزا از جنس عمل میشود، یعنی پاداش هم اجرم ثوابم از خودی همون صفتی کار می شود. صفتی کارت چقدر خوب باشد همین قدر معاشت بلند می شود. فکما تدین تدان، یعنی چی پاداش دیهی همون جزاش می گیری. فهمیدی؟ چرا گفتم که جوکاری جو می گیری، گندم کاری گندم می گیری. ولقد جعل الله مرتبة حق الوالدين مرتبة كبيرة عالية حيث جعل حقهما بعد حقه. نگاه واقعا میگه الله سبحانه و تعالی مرتبه والدین یک مرتبه کلان و بلند قرار داده است، یعنی مرتبه زینه، یعنی زینه پدر و مادر در یک جای بلندی ماندگی است و هست نیست که او را زیر پا کرده گذاری، که حق والدین بعد حق خود ذکر کرده است. جعل حقهما بعد حقه. و چه خیلی گفتیم با قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، حق الله گفت و بالوالدین احسانا المتضمن لحقه و حق رسوله صلی الله علیه و آله وسلم، یعنی بعد حق خودش که در ضمن حق خودش حق رسول الله هم آمدگی است. یک از با میپرسد که اینجا گفته دید که بعد حق والدین بعد چی شیخ در اینجا بعد حق الله یک بار حق والدین ذکر نکرد و بعد حق پیغمبر گفت و بعد از آن حق والدین. برای این شیخ قید کرده است که الله تعالی میگوید انا حق والدین بعد حق خودش ذکر کردگی است که حق خودش در برگیرنده حق پیغمبرم هست، یعنی در درون حق الله حق پیغمبرم هست. برای همون در وقتی درس حقا رو نویسن هر کدومش شیخ چیکار کرد؟ جدا کرد. اگه نه همون حق الله متضمنی، یعنی در ضمنش هستی، گفته است که المتضمنی لحقه و حق رسوله صلی الله علیه و سلم، که در ضمن این
یکی در تحت همین یعنی چی؟ در تحت حق خودش حق رسول الله صلی الله علیه و سلم. فهمیدم؟ فقال الله تعالی، الله تعالی فرمود واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. بازم حق الله مدرسه. الله را عبادت کنید و با او یگان کس و یگان چیز شریک مقرر نکنید و بالوالدین احسانا و با والدین چیکار کنید؟ احسان بکنید. سوره نساء. چطوری که شیخ الاسلام هم میفرماید در کتاب اصول ثلاثه میگه که وعظم ما امر الله به التوحید و هو افراد الله بالعباده وعظم ما نهى عنه الشرك و هو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى، الله تعالى میفرماید ان اشکر لی ولوالدیک، شکر مرا بجا بیار و شکر والدین بجا بیار. الی المصیر، بازگشت شما به سوی من است. وقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله وسلم باشه ختم باشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نکویی کردن به والدین را از جهاد هم که جهاد در راه الله است مقدم دانسته ذکر کرد. مادرش پدرش در روسیه زور برای فرزند میگیرید. این چیکار میکنم؟ من چینستان میرم میگود، من وزیرستان میرم میگود، پاکستان و افغانستان میگود برم جایی که اگر ما بادا رفت یدن کنی تاجیکستان میگود در تاجیکستان نمیشه زندگی کردن، احیای سنت نمیشه. خب نخ که چی احیا کردن نمیتونی در تاجیکستان؟ میگود که رفت یدن کردن نمیتونی، موفق به سنت نماز خوندن نمیتونی، دست درباره سینه موندن نمیتونی. ها اینا چیه؟ من نکردن اینها نمازه یا که نماز باید نمیتونی؟ نماز بعد خودش میگود که باید چچنستان رفتن اگره پیش طالبا را، بعد پیش طالبا همین کارا کردن میتونی میپرونن در پیشون. اگر مذهب ابو حنیفه 1 سانتیمتر بیرک کنیم. حالا آنکه والدین احسانشونه نکویشونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جهادی در راه الله، این جهادی که در راه الله هست 100% یکون شک و شبهش نیست، اشتباه نیست، مقدم دانسته. كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، خیلی که در حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه آمده است گفت که قلت یا رسول الله، من گفتم ای پیغمبر الله، ای العمل احب الى الله، کدام کار است محبوب تر در پیش الله؟ یعنی از همه کاری که محبت او بسیار و بسیار باشد در پیش الله کدام است که من او را بجا بیارم؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چی گفت که الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش خوندن. قلت ثم ای، پرسیدم که با کدام کار؟ قال بر الوالدین، دیگه دور نرویم. یکم از همه چیز عبادتی خوبتر بعد توحید نماز ذکر میکنه، نماز در وقتش. همین نماز رو بهتش که برادر تو در نمازی که کمبودی صادر میکنی؟ البته صادر میکنم، من انسانم. میگم ها در کدوم چیز رو میگم که یکون چیزشن که سرزی صفت عبادش میدم. خیر سرزی صفت عباد میگردگی باشی که برای من رکنهای نماز نقد کن. 14 تا رکن داشته، خیر که در مذهب خودت گیره میگه 12 فرض متفقون علیه هست. که همونا رو نقد کن نمیدونن، یگونتش نمیدونن. کو واجبای نماز نقد نمیدونن، فهمیده؟ شرطای نماز تماما نمیدونن. میگه همه قسم میدونن که طهارت کردن که دل تازه کردن که نماز خوندن که انا وقت میگه. و وقتی که تو شرطای نماز، رکنهای نماز و واجبای نماز ندونی، چه خیل نمازت اصلاح میکنی، چه خیل سجده سهو می سجده سهو یا که با گفتی مذهب ابو حنیفه گیره مگر در کدوم حالتو میشود؟ یعنی در تأخیر فرض میشود، یعنی تأخیر رکن میشود، و در تأخیر واجب میشود، و در ترک واجب میشود، و در قرائت به محل میشود. یعنی که 4 سبب است که سجده سهو واجب میشود در مذهب ابو حنیفه، یعنی که به تأخیر فرض، به تأخیر واجب، یا به ترک واجب، یا که به قرائت به محل. همینا من یا که انسان باید کی بکنه، یعنی یا زیاد میکنه یا کم میکنه، یا که سبحان الله. خلاصه هیچ چیز رو نمیدونه از نماز.
با میگو که جهاد کردن نکنه. آخه جهاد نماز خون میکنه. برای همین بعضی کدام کس گفت که کدام انسانی که من جهاد میکنم میگو بی علم و بندیت تیاره. آدمی بی سواد جهادش یک راهزنه بندیته. چخلی که این لفظ دیگه. بعد نماز با کدام ماست گفتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که بر الوالدین، نکویی به پدر و مادر. نکویی به پدر و مادر. پدر و مادری تو زار میگرستی، تو برو میپرداختی میرفتی با والدین تم خیلی با. قلت ثم ای پرسیدم با کدام کار است؟ قال الجهاد فی سبیل الله، در راه الله جهاد کردن. در راه الله جهاد کردن. برای خاطر اون که در راه الله جهاد کنی اول تو فهم که راه الله چیه. الله گفته تو چی را میفهمی؟ حق و حقوق الله رو میفهمی. بعد جهاد معناش چیه؟ نخواه ابن قیم چه نیتونه میدونست که در کتاب زاد المعاد مراتب جهاد ذکر میکنن، مرتبه های جهاد ذکر میکنن. بعد همین جهادی که تو میگوی که به تیر و تفهم در آخر همین ذکر میکنن. همه چه نیتونه میدونست؟ رواه البخاری و مسلم، این حدیث بخاری مسلم روایت کردن. و هذا يدل على اهمیت حق الوالدین. این حدیث خودش دلالت میکند یا که دلیل میشود به ضرور بودن حق والدین، یا که به اهمیت دادن حق والدین، یا که مهم بودن حق والدین دلالت میکند. الذي اضاعه كثير من الناس، این چنان حق است که بسیار مردم این حق پایمال کرده است، این حق از دست دادگی است. وصاروا الى العقوق والقطيعه، اپشت یعنی پایمال کردن می حق چیکار کردن؟ یعنی به عقوق گذاشتن، به نافرمان برداری والدین گذاشتن. والقطيعه، حتی بعضی کسا هستن که والدینشون ترک کردن، کافر گفتن، جدا شدن. فتر الواحد منهم لا يرى لأبيه ولا لأمه حقا، تا اون اندازه که یگان کسی از مردم هست که برای والدینش یا که برای پدرش برای مادرش یگان حق نمیبینن، هیچ حق نداره، چکو کرده ببینن. الحمدلله امرو من سنت فهمیدیم، الحمدلله میگون من حق فهمیدیم میگون. اینا چی هم میگون؟ گمراه هستن میگون. حتی بعضی انسان ها والدینشون کافر گفتن، در خونی یعنی خوراک مادرش حرام میگوید، کافر اینا میگوید، لیکن خودی گداها در خونی یا برادرش میخورد و میگردن. انخی خصوصا کسانی که در روسیه میگردن، تکفیر و جهادی ها. و ربما احتقرهما و ازدراهما، ازداری این ناپسندی کردن. با بسیار حالتا میشد که با در برابری والدینش حقش ندادن، با اپشون تحقیرشون هم میکند، یا در روشون یا اپشون تحقیر میکند و اونها رو ناپسندی پس میزند. و ترفع علیهما، خودش از اونها بالا میداند. نمیده. و سیلقى مثل هذا جزاءه العاجل او الآجل، انا همین خیل انسان ها بزودی جزاشون میگیرن، یعنی روبرو به جزای خودشون میشوند. العاجل یا تیز، یعنی یا در همین دنیا، او الآجل یا در آینده. فهمیده؟ و سیلقى مثل هذا، رنگ انا همین بودگی انسانی پس جزاشم میگیرد. میگوی جزاءه، یأخذ جزاءه، کی میگیرد؟ اوکی العاجل، تیز کدوم در نظر دارد؟ در دنیا میگیرد. او الآجل، یا که در آینده یعنی در آخرت، یا در این دنیا الله تعالی او را جزاش میدهد، یا که در آخرت. از الله سبحانه و تعالی مسئله داریم که ما و شما رو با این حقوق بزرگ شناس کردن، حقوق الله و حقوق نبیه و حقوق الوالدین، و پناه میبریم از پایمال کردن این حقوق. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا، و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.